امروز 9 دکبر است و شما برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما تماشا دارید. شلوی گلخوجه هستم. سلام. در 15 دقیقه دیگر این موضوع ها را خواهیم داشت. بانک ملی میگوید در صورتی به میان آمدن طلبات تشکیلات قرضدهی آماده‌اند در روزهای استراحتی نیز به مشتریان خدمت رسانند. چوره‌های امنیتی در بازار کروان دوشنبه ایزی انگشتان تاجیران را میگیرند و حجت‌هایشان را تفتیش میکنند. در هم پایان دروازه در دست لنیس کشیده بود، در کجا کشیده بود، در همون و همون خاطر کدامش همینجا در سودا داد، در چی بود، و همون خاطر همه را سنجش زدم. و آهنگ نوی فیروزه حفیظова به مسئولین خوش نآمد. آوازخوان میگوید این آهنگ هجوی پاسخ به کاربران دغل گفتاری شبکه‌های اجتماعی بود. بیکار خوجه که فقط در اینستاگرام میشنه کی را فقط وای میکنند، تنقید میکنند کی تاجیک خودشه. شروع میکنیم از خبر دیگر. روزهای شنبه و یکشنبه 7 و 8 دکبر تمامی نمایندگی بانک‌های تاجیکستان فعال بودند. 10 نفر برای دریافت مبلغ‌های ارسال کرده نزدیکانشان به در این مؤسسه ها رفتند. در بانک ملی امروز به رادیو آزادی گفتند اگر هفته آینده نیز وضع تغییر نکند تشکیلات‌های قرضدهی در سراسر کشور آماده‌اند به مشتریان خدمت رسانند. حالا انتقال پول به واسطه زلطه کرونا ناممکن بوده. یونیستریم و کانتاکت فعال می باشند. همچنین امکان ارسال مبلغ توسط کارت ملی و کیوی کشلیک امکان پذیر است. برای باز کردن صورت حساب در کیوی کشلیک تنها رقم تلفن همراه کافی است و گرفتن پول نقد از این صورت حساب نیز امکان دارد. صدها تاجر بازار کورون را که کلانترین در دوشنبه هست از غلبر میگذرانند. سنجش سرتاسری تاجران از سوی وزارت کارهای داخلی در یک جایگی با ماموریت بازار انجام می شود. این اقدام بعد آن عملی می گردد که چندی پیش منبع رادیو آزادی گفته بود یک تاجر این بازار در حمله به پستگاه مرزی اشقاباد در ماه گذشته متهم می شود. علیشیر ظریفی تلاش کرد جزئیات سنجش تاجران را معلوم کند. مقامات کارهای داخلی تاجیکستان بیش از یک هفته باز در کاروان بازار بزرگترین دوشنبه معرکه گرفتن ایزی انگشت و تفتیش سندهای صاحبکاران را به راه ماندند. آنها گفتند که این کار بخشی از چاره‌های امنیتی است. تاجران میگویند دلیل رفتار مقامات را نمیدانند ولی در حالت نگرانی هستند. پاتن سرتیفیکات لیسانس ما را میپرسند، همه را میپرسند، میبینند، بعد اجازه نمیدن، اجازه نمیدن. نه دوستا باشی جو تا محکم میکنم. اجازه پاتن بود، کپی پاسپورت بود و بعد کیفتنسه بانک برای 6 ماه اون چک شماست بود. نه این برای چی؟ برای کدام؟ برای ویزیده است. گرفتن ایزی انگشت تاجران و سنجش حجت صاحبکاری آنها بعد از تقریبا یک ماهی حمله به دیدبانگاه اشقابات در ناحیه رودکی صورت میگیرد که به گفته منابع یک تاجر سابق بازار به آن پیوند داشت. این کار تو برای که اون گرانی سرگرد سرحد گذاشتنده از دست میفهمنده. اون چیه؟ با شما اعلام کردن پلیس های؟ ما اعلام کردن بیان مخمون میتونم. چندی از تاجران روز 9 دکبر به رادیو آزادی گفتند که ماموریت بازار تنها آگاه کرده است که باید ایزی انگشت را ثبت کنند و نسخه حجت‌های صاحبکاری را پیشنهاد نمایند. بخدا ما نمیدونم، یگام چی نمیدونم، برای کدام مقصد نمیدونم. همه گفتن سپردن خیلی بزرگه که گفتن ما رفتیم سپردیم. در وزارت امور داخلی تاجیکستان گفتند که این اقدام به خاطر چاره‌های بیشتری امنیتی گرفته شده است، اما شرح ندادند که از چی نگران هستند. حلیمه فیضیه و مدیر بازار کاروان در صحبت حضوری با خبرنگاران رادیو آزادی گفت نباید تاجران نگران شوند و میگوید این نه سنجش بلکه یک کار معمولی مقامات است. حالا در برابر ایزی انگشت عکس تاجران، نام و نسب، جای زیست، مکان تولد، اجازه فعالیت، شرطنامه صاحبکاری و شماره تلفن آنها پرسیده و ثبت کرده می شود. سند رسمی در شکل خطی در جاهای عیان و شفاف باید آویزان باشد و مقامات پروکراتور و دیگرها باید به طبیعت حقوقی این گونه سندها بها دهند، موافقتش به قانون و به کدام قانون، زیرا که در نظام قانونگذاری سندهای وجود دارند که از قرار وزارت مربوطه یا هیئت مشاوره ساختار دیگر یا مقامات رهبری کننده آیین‌نامه این بازار بالاتر است.
به اطلاع مسئولان در بازار کاروان 2800 تاجر و در کاروان سیتی حدود 5000 نفر کار میکنند. عین زمان یک مسئول بازار کاروان گفت حالا به کار قبول کردن هر یک نفر در بازار در موافقه با مقامات حفظی حقوق صورت میگیرد. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. مقامات پلیس میگویند در نتیجه ترکش ولقان در جزیره شمالی زلندیای نو چند نفر کشته و زخمی شدند. شماره بیدرک شدگان هم کم نیست. به قول مقامات 23 نفر از موضع جزیره سفید نجات داده شدند. در منطقه همه گونه پروازها منع گردیده است. عبدالله اشرف موضوع را ادامه میدهد. صبح روز 9 دکبر در نورس آیلند یا خود جزیره شمالی زلندیای نو ولقان به اصطلاح بیدار شده حیات کمش 5 نفر را از بین برد. در این حادثه بیش از 20 کسی دیگر مجروح شده، سرنوشت 10 نفر دیگر معلوم نیست. دودی غلیظ از مسافت چندین کیلومتر به چشم می رسد. پلیس میگوید ولقان ساعت 2:11 بعد از ظهر فعال شد. پلیس سیاحان از کشتی اولان را به مکان امن انتقال داد. هنوز هم در جزیره 10 سیاحی دیگر بند ماندند. جزیره سفید یا خود وایت آیلند زلندیای نو در 50 کیلومتری ولقان قرار دارد. دانشمندان ولقان شناس از این جزیره اطلاع دادند که دود و آتشپاره ها تا بلندی 12000 فوت یعنی تخمینا 3700 متر به هوا خیستند. هنگامی بیدارشوی ولقان در کنار آن تخمینا 50 شهروند زلندیای نو و سیاحان خارجی قرار داشتند. برنامه را ادامه میدیم و برمیگردیم به تاجیکستان. در این قسمت برنامه درباره یک آهنگ بحث برانگیز فیروزه حفیظова آوازخوان شناخته تاجیک میگوییم که بعد همگی یک روز نشر از شبکه‌های اجتماعی به قول رفته شد. آهنگ نو فیروزه به گفته خودش پاسخ به کاربرانی بود که در شبکه‌های اجتماعی او را بدگویی میکردند. مسئولین در این آهنگ نشانه های تحقیر را دیدند. زرانگیز نوروشو با خود فیروزه حفیظova صحبت داشت. این کلیپ فیروزه حفیظova در یک روز نشرش در صفحه یوتیوب بیشتر از 50,000 بیننده پیدا کرد. اما خوشحالی مؤلف سرود از توجه زیاد به آهنگش دیر دوام نکرد. در روز دوم نشر ترانه مقامات از آوازخوان خواستند سرود را از اینترنت پاک کند. همین فو گفتن من نمیدونم که دغال میگن مثلا سخن ناجوی میگن. برای من این چیز مثال وای نیست، برای که این منینه ما یک 6-7 ماه پیش یک فیلم هندوگی تماشا کردم درباره یک دختره که همین صنعتکاره که فربه وقتی صحنه میبره همه مذاق میکنن میخندن فقط. هوایی هم همین سرود همین معنی کتی خوندگی فو بی فو گفته خوندگی درباره همین سرود خوندگی. وقتی که من همین وایرا فیلم رو تماشا کردم بعد با کلای منم یه ایده اومد. فیروزه پس از ثبت و نشر این آهنگش در شبکه‌های اجتماعی از جانب مسئولین دعوت و تاکید شده است که به بازخوانی ترانه‌هایی که شأن و شرف آوازخوان را پایین میبرد راه ندهد. این سرود برای همون نفران وای دارد که پهلوی همون بیکار خوجه‌هایی که فقط در اینستاگرام میشینن کی را فقط وای میکنن تنقید میکنن کی تاجیک خودشه. فیروزه میگوید با تهیه و پخش سرود فو خواست به آن نفران پاسخ بگوید. مؤلف متن هم خودی او بوده است. خیلی در این سرود مثال یگون کس حقارت کردگی نیستم، یگون گپی گنده گفتگی نیستم، فقط که هم یک کم ترک همی فو گفتنش دغالونه. بعد همین نو بعد با مودم کلیپشه یک دو نفر رو با تماشا کردن. اکو راستی گپ چخه گون وقتی تماشا کردن ده بهت خندیدن ده همه وقتشون خوش شد. و ما گفتم خیلی بیست که همین سرود وقتی مردم خوش میکرده. فیروزه حفیظova میگوید در 3 سال اخیر نشر نوارهای گوناگون و الفاظ قبیح و دغلگفتاری در نسبتش او را به حالت سختی روانی گرفتار کرد. خیلی ما هم مثل صنعتکار ما میخوایم که یا مردم کتی کم ترک وقتایی که بکوریم یک گفتی تاجیکی گپ زنیم 5 تا چخچخ کنیم وقتی ما هم خوش شوه با همون نفرانی که بسیار مردم تاجیک زبانی ما مردم غریبن. میخوان که مثلا یک صنعتکار خودش در پریمو افیر ببینن با یک کمتر هوای دلشون هوی کنن یک کمتر با وقتشون چوق شوه. برای همین قچیز ما میدوریم، ما نمیدوریم پریمو افیر که یک کس کتی جنگ کنیم و یک دغالونه گپ زنیم، نه که میگذرونن اپاجان بسیار وقت میگذرونن خونده نمیشه و اوجه خیلی چه بگم همین خیلی ننگ و ناموس و سخت باشه مستحکم باشه تا او درجه اینه که مثلا گپ گپایی که
сахти бад гап мезананд мегӯи ами аҳму дори телефон даромада якта ами вайкана. بعد از تاکید مقامات و ظهور صفحه‌های گوناگون از نام او در اینترنت، آوازخوان تصمیم گرفت صفحه رسمی خود را در شبکه یوتیوب باز کند. حالا تلاش دارد کاربران صفحه‌اش را در اینستاگرام به 1 میلیون نفر برساند. میرویم به جنوب تاجیکستان. قلعه قدیمی کلوب که با نام قلعه چرمگران پایان و یا میری سرا معروف است به یک پرتوگاه یا خانه ساکنان مبدل گشته است. تاریخ نگاران و ساکنان میگویند در صورت حفظ نشدن مکان تاریخی به این زودی ها از آن نشانه نمیماند. این در حالی است که حکومت کشور برای ادامه بازسازی قلعه صدها هزار سومانی جدا کرده بود. گزارش محمود جان رحمتزاده را در تقدیم مومن احمدی تماشا میکنیم. حدود قلعه باستانی چرمگران پایان و یا معروف با نام قلعه میری سرا در شهر کلوب به پرتوگاه محلی بی صاحب تبدیل گشته است. از کاوش‌های باستانشناسان در چند سال پیش که آثار تاریخی عصر برنجی کشف کرده بودند نشانه باقی نمانده است. گروه اینستیتوت تاریخ من شعبه باستانشناسی اگر به این قلعه که وزارت فرهنگ اگر نگاه نکند با بودی فراموشی رود ممکن است که این تمام از گوشه و کنار تاریخ یا اینکه از صفحه‌های تاریخ تمام نیست شود. در گذشته نچندان دور نشانه و دیوارهای قلعه میری سرا پایبرجا بود. مورخان میگویند در قرن 19 تا زمان غصب آسیای مرکزی از سوی روسیه پادشاهی قرارگاهی میر بود. اما در زمان شوروی با علت بی‌توجهی کامل این قلعه و نشانه‌های آن به باد فراموشی رفت. در سالهای 50 60 قلعه انمی جای نشستیم 16 متر بلندی داشته و حسابیان که مردم از کوهستان برای پختکاری و برای دیگر ساحه کوچه بسا آورده شده بودن آهسته آهسته همین خاکی که 16 متری که بلند بود کشته بردن خیلی خانه کردن یا فرض کنیم لای کردن انداوا کردن دیگر کارها همین خیلی قلعه به خاک یکسان به زمین هموار شده. ساکنان اطراف حتی داخل محل این قلعه کهنه را به اجازت از خود کردند. قسمت هم ساختمان را شروع کردند پس از هشدار مقامات حکومت محلی از ادامه ساختمان دست کشیدند. گفتگوشیدگی بله 4 سال روی هم خیلی باید داشتیم ما می اومدن از طرف ارخیولوگا میگفتن همیشه هر خیلی چه تاریخی جمع میکردن میگرفتن. حکومت تاجیکستان در سال 2003 به استقبال 2700 سالگی شهر کلوب خیلی کنارتر از محل اصلی قلعه کهنه میری سرا با خرج 500,000 سومانی چیز مانند به درآمدگاه قلعه و یادگاری از این قلعه کهنه بنیاد کرد. اساساً که همین قلعه قدیمی کلوب و حساب می‌رود باید همین جای خودش همین قلعه کهنه را بنیاد می‌کردند. همچون یادگاری تاریخی مرکزی تمدن ملت. سال 2001 در کاوش‌های باستانی در جای قلعه میری سرا بعضی آثار تاریخی متعلق به عصر 1 میلادی دریافت کردید. در این حفریات در چقوری از 2 تا 4 متر شماره زیادی ظرف‌های زمان یونانی باختری نیز پیدا کردند. زمان مساحت قلعه بیش از 4 گکتر را تشکیل می‌داد. در مرز 50-60 متر دورتر از قلعه باغ میری سرا واقع گشته بود. حالا در جای آن باغ فرهنگ و فراغتی پیشاهنگان شهر کلوب بنیاد شده است. مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفتند روز 8 دکبر از داخل کولی جوانان در دوشنبه جسد مردی 41 ساله را پیدا کردند. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت این مرد 17 نوامبر در پی بحث اولیوی از خانه برآمده بی‌درک شده بود. جسد او را روز یکشنبه از آب بیرون آوردند و تحقیق ادامه دارد افزود او، ولی حال حاضر از مرد هلاک شده نام برده نمی شود. بینندگان عزیز 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد و تشکر از یکایک شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. اخبار و گزارش‌های دیگر البته در سامانه رادیوی آزادی www.azadi.org و همین گونه صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب دسترس میباشند. همین گونه از شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما. صبح فردا شما رو در نویدی بامدادی منتظر میشویم. تا آن دم خدا نگهدارتان باشد.